عزیز ما امروز به کوچه های قدیمی سر زدیم. آمدیم به مرادخانه کابل. این کوچه به نام کوچه زیارت ابوالفضل میگن. قدامت از این کوچه 300 سال بالاست. کوچه پنجتن میگه که اول است، دومش کوچه افشار است، سومش کوچه زیارت است، چهارمش کوچه بیات است، پنجمش کوچه شورشی است، کشمش شورشی. گفتم من خانه بگو تیز برای که به سقا ما صبح میکشید. همین صبح که وقت بچه سقا خاک پر میاد. بنام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش و همچنان سباون سحر در خدمتتان هست. و دوستای عزیز ما امروز به کوچه های قدیمی سر زدیم. آمدیم به مرادخانه کابل. به این کوچه را که می‌بینید یکی از کوچه های قدیمی شهر کابل هست که قدامت چند صد ساله شاید داشته باشه و هر کدام از این کوچه بیان کننده یک داستان، یک قصه یا هم یک تاریخ است. ما هم آمدیم امروز سری زدیم به اینجا با سباون عزیز، خواستیم که این کوچه را همراه با داستان و تاریخ و همه چیزش به معرفی بر شما بگیریم. سباون عزیز ډیر زیات مننه بکتاش جانه. زما هم سلامونه احترامات اونه کې هلي ومنه په دې هلم چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو راغلی مرادخانه ته دوستانو، شاید ډیره مو د مرادخانه نوم په کابل کې اوریدلی وی، لیدلی مو نه وی. د غلطه ډیر تاریخي آثار، ډیر تاریخي کوڅې د قدرمنو لیدونکو غواړو چې نن درته په خبرونه کې دغه تاریخي ځای درو پیژنو. نو ملتیا مو وکړئ، د خبرونه تر اخره پورې سره ملتیا مل اوسئ. لکه څنګه چې بکتاش سه ویلي دواړه یو ځای د یو بل خبرونه سره تاسو په چوپړ کې نو ملتیا مو وکړئ، موږ در سره تعقیب کړئ او تر اخره مو وسارئ. دوستا سینما زیاد خورده است، سباون خورده است، از این تاریخ، از این داستان قصه‌اش هیچ زیادمون نمیاد. ما هم شاید قدر زیاد معلومات نداشته باشیم. همین خوب است که بریم یک نفر را پیدا کنیم که همین جا باشه، زندگی کرده باشه و در مورد تاریخ و داستان از این معلومات داشته باشه تا بر ما معلومات بده. سباون موافق هستی بریم؟ بله، همداسې د قدرمنو لیدونکو نو موږ زو دغه ساحې یو مشر، یو مخور، یو سپینګیری پیدا کو. تر هغه تاسو ته دا چې بکتاش صاحب ولې زموږ سندونه نو ډیر واړه دي، د دې د ساحې ته چې موږ ګورو، د ځایو ته چې موږ ګورو نسبتا زموږ تاریخونه ډیر کوچنی دي، مرونه هم کوچنی دي. نو زو یو مخور سپینګیری پیدا کو تر څو زموږ سره مل شي او زموږ سره یو ځای د غزي په اړه کې تاسو معلومات درکړي او ملتیا مو وکړي. ما را برای کنیم دوستا. سلام، چطور هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ ستون خوب، خیرت است؟ بخیر سلامت باشین. اول میشه که برای دوستا خود یک معرفی اسم خلیل یکتا از باشنده مرادخانه هستم. خب بسیار خوب استاد خلیل عزیزان. دوستا خوشبختانه تونستیم یکی از باشندگان محل را پیدا بکنیم تا بیشتر در مورد این کوچه قدیمی براتون صحبت بکنیم. این کوچه که هر خانه‌ای که اینجا هست، هر دروازه‌ای که هست گویا یک قصه شیرین، یک تاریخ هست. همون یک گپ بله، این کوچه به نام کوچه زیارت ابوالفضل میگن. قدامت از این کوچه 300 سال بالاست. بله، یک تعداد مردم ما رفتن به خارج، یک تعداد ما مونده دیگه. من خودم از باشنده هستم، مرادخانه هستم. تقریبا 3-4 پشت ما در مرادخانه تولد شده و عهد کردم خودم یک تن از مردم مرادخانه. بسیار خوب. اول که بگو که نمت کوچه‌های تاریخی چند دانه هست در این مرادخانه؟ در کل چند نمت کوچه تاریخی و قدیمی هست؟ در کوچه یک کوچه، دو کوچه، 3، 4، 7 کوچه تاریخی در کوچه است. بسیار خوب. این کوچه باز نام هم دارن یا؟ یکیش به نام کوچه پنجتن میگه که اول است، دومش کوچه افشار است، سومش کوچه زیارت است،
چهارمش کوچه بیاتاست، پنجمش کوچه شورشی است کشمش فروشی، ششمش هم کوچه زینبیه میگن، کوچه از لب طرف نادر پشتین میاد به نام زینبیه. بسیار خوب. این کوچه که فعلا ما قرار دادیم به نام چی است؟ این به نام کوچه زیارت میگن. به نام کوچه زیارت میگن. فکر کنم انتهای از این کوچه با زیارت ابوالفضل است. بله. خب بسیار خوب. کار میکنیم همون قدم سنان میریم بو طرفتر. این کوچه هم کمی در موردش بر دوستان معلومات بدیم و همچنان کوچه دیگه هم که هستن باز کم برشان معرفی کو دوستا براشون بیشتر آشنا شوند. دوستایی که نه زیاد علاقمند هستن به مکان‌های تاریخی، کوچه‌های تاریخی میتونین بیاین دیدار بکنین از این کوچه ها. سبون عزیز یه رقم خاموش نشستی. خاموش نیم ډیر زیاته مننه بکتاش صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل په مراد خانه او په کوڅو کې یعنی تاسو د خبرې سره سم باید زه هم وایم چې تقریبا کاکا جان هم یادونه وکړه 300 کال وړاندې د کوڅې جوړې شوې دي د خام کورونه د خام دروازې دغه هر څه ځانته یو تاریخ لري نو دوستانو زموږ سره پاتې شي ترڅو دغه خبرونه را سره تر پایه پورې وګورئ او لذت واخلئ د چا په اصطلاح من زوړ یا پخوانی کابل ته معرفی کوو. بله. خب اول در مورد دیوارای شکم بر دوستا معلومات بدید. دیوارا بینش خشت کار شده است یا تمامش خشت خام و چوب کار شده. خب بسیار خوب. تمامش دیوارش پخته است. این دیوارا را که ببینید تقریبا چیزی کم 1 متر طول برازیل 1 متر میاد. بازی دیوارا را گفتی که 300 سال تقریبا قدامت داره. اینا باز این باران ژاله برف اینایی که شده است تخریب نکرده. نه جور است. این دیوارا که میبینید 1 متر برش است. این دیوار دیگه شاید 300 سال قدامت نه از 300 سال جور نشده. یک دستکاری شده کاغذکاری دیگه به محلت تحویل شد. یعنی خیلی قدامتشون خوبتر است. چی میگن از اون سنگ هم کرده مقاومتر هستن. اگر سنگ هم میبود کلشون سنگ کاری است که میاد اگر میبینی کل سنگ کاری است که خشت خام پخته. خب بسیار خوب. اینجا بالای سر ما دوستا یک خانه هست. اینا فکر میکنم بیشتر به نام سراچه میگن. خودت میشه در مورد تاریخچه و ایناش صحبت بکنی برای دوستا که از چه زمانی این سراچه در افغانستان رواج شده است؟ رواج اول این خانه که جور میکردن یک سراچه میمون خانه جور میکنن. هر خانه یک دونه سراچه داره از قدیم. این اول خود بسیارش تخریب شده. این خانه سرش کل کوچه پوشیدگی بود یک وقتی. همین جنگ‌ها یک ذره که خراب کرد زنگ بمباری و راکت بازی. این خانه ما جور مونده تسکاریش کردن. اینا ازم سابق مونده اینا دادن. این خانه است خوب منو خودتون میشه. بله. خیلی خوب است از اینکه خانه خودشون آمدیم. این دروازه‌ای که شانده شده است اینجا اینا از اون قدیمی است. از قدیم دروازه قدیم است که از دست نزدش نبود. یعنی دلیلش چی است که نمی چیزایی که از قدیم هستن نسبت به جنسایی که فعلا ساخته میشن در بازار مقاومت خیلی زیاد داره. اگر یک دروازه رو ما بشونیم شاید بر ما حالا اگر خریداری بکنیم شاید 3 سال نهایتش 5 سال یا 10 سال بیشتر کار نکنه ولی دروازه رو بیشتر خودت یاد کردی 300 سال قدامت داره و هنوز هم می‌بینیم خیلی نو هست. ولی خود سال تقریبا نشدم چوبای ارچس چوبش نه چوب خار چوب ارچس دیگه چوبا باز مقاومت نداره. یک گونه زیرش یک زیر کاو خراب کرده بود اوناش میگن همشون تمام سال مثلا در دیوارش دستکاری بنا میشه. بیننده های عزیز بیشتر کاکا جان یادآوری شد که چوب دروازه‌ای که یا ساخته بسیار قدیمی است و چوبش ارچه است. کاکا گدای باره بر ما معلومات بده که ارچه کدام ولایت افغانستان است همین چوب زی؟ چیز ولایت پکتیا نگیم طرفات چوبای چهار تراش بازی نمیالم کار میکنن نمیالم. بسیار خوب. یعنی عالم چوب زی که تو گفتی که از طرف ولایت های پکتیا می عالم سرزی کار میکنن جور میکنن عالم جور میکنن چوب ارچه این چوبای خار کس تاب میکنن. این چوب 2.5 ساعت یا 300 سال چوب است به مالت خود اولی است دست. بله. واقعا عمر اصلی از ما کردم بیشتر از خلال ما کردم مال جوان مال میشه. نه از دست ما گذشت 100% جوان من خو آثار قدیمی است دیگه طبعا. از 4-5 پیش کردی. این باز یک خوبی داره اینجا کمی برای دیوک میگه نه شما؟ بله. چی گفتم میشه برای جایی که ساده است این بالا سر ماشات است. این می سراچه است که دیوک هم میگن. دیوک میگن. یک گپ بسیار زیاد جالب گفت بکتاش جان از این گلدانیایی که در کوچه ما شما میبینیم و بیننده ها میبینه از می گلدانیا در خانه در اتاقا هستن. باز در خانه در داخل خانه که از کاکا جان در داخل اتاقا از گلدانیا استفاده میکنین یا خیر؟ اصلا که مترجم استفاده میکنین. خب دوستا واقعا آثار قدیمی ما شما هر سنگش بر خود یک تاریخ داره یک نام داره. هر چی ننده
این چینی چاینکای سابقه خود در داخل کوچه نه در داخل خانه خاطر نه در داخل کوچه خانه این مثل کوی تاقچه است که متوقع خود سابق خالق تاقچه چوبی جور کردن سابق این قسم تاقچه بودن چیزای ظرفخانه خودم تاقچه میچیندن خب سر خوب حالا دیگه چی میگن آسانش برام در الماری میخرن بله اما چیز به یک حساب دیگه یه الماری مردم الماری قدیمی است اینجا کدام تو قلعه قدیمی هم هست برای دوستان شما بتیم قلعه ها تمامش در بین قلعه قدیمی والله یک قلعه اون خانه اون در گرفته کون خانه رو برون که پارسال خیر خدا در گرفت فشار دیوالای بلند داشته دیوالای پخسه‌ای بود کلش در گرفته قلعه در کل دیگه از بین رفته فعلا قلعه وجود نداره قلعه این دروازه دوستا حالا متوجه شدیم بسیار یک دیزاین بسیار مقبول داره کندرکاری شده است بسیار سریع دوستا آمدیم با کاکا خلیل آیستا و کوچه پنجتن نیست خلیل نامش اشتباه نگیرم برای دوستا و میشه خود در مورد از این کوچه هم برای دوستا بگوی که آیا کوچه هم قدامت 300 ساله داره یا کمتر میشه از یا از سابقه است کوچه نو جور نشده کوچه از قدیم آدیم در اینجا این کوچه است تا نمال است این کوچه دیگه دیوالش کم تخریب هم شده است باران دیگه کم زده چکر کو باران کاکا خلیل جان امیر دا با برما بگو به بیننده ما میگم کوچی پنجتن چرا پنجتن میگن این یک زیارت است دو تا یک زیارت ابوالفضل داریم یک زیارت پنجتن این زیارت کسی میبره بیرون این بنام زیارت پنجتن میگه این کوچه بنام کوچه پنجتن خاطر بنام پس باشنده این محل تمامشون از اون مردمای قدیم هستن یا اونا رفتن از اینجا خانه خود برکت یک سه فامیل از مردم قدیم مرادخانی هستن همین کوچه ما دیگه‌اش دیگه همسایه آمدن دیگه از کجا زیادتر مردم دیگه کاکا سابق خودت گفتی که سه خانواده اینجا هستن بدون از این کیها زیاد از کدام ولایت‌ها اینجا آمده از کجا آمده از استالف زیاد هستن اینجا بسیار دیر هستن اینجا 35 سال استالف شده برو خوب است مردم استالف هم مثل مردم کابل زیاد میهمان نواز هستن خیلی خوب است اگر خانه باز دیسکاری شده است خانه دیگه بازسازی جور کردن نبینه می خانه نه از دیگه‌اش خانه‌اش کلش تمام شده خیلی دوستا یک دانه خانه کانکریتی هم پیدا میشه در بین از خانه اینا را باز از سابق ساختن یا اجازه نداد برشون دادن یا به اجازه جور کرده خود شاوری سرشند فهمت که سفر کنه امی سنگای زی کوچه کاکا فکر کنم زیرش جویچه است زیر کوچه دوستا جویچه است سر جویچه سنگا مانده اگر باره سنگش بر ما معلومات بدید امی سنگش از کجا آمده سنگش سنگای قدیمی است که سنگای قدیمی در سابق قسمت نبود بله کل کوچه زمین سنگ فرش بوده حالا با مثل سابقه ولی سمت ممت که از جدا فرق سنگ فرش کنه امی معلومات داری کاکا امی سنگای زی از کدام کوه آمده است کجا آمده کوهش چیز ندارم دیگه مرصد هم دیزاین سنگای وطنی هستن معلوم میشه سنگای وطن هست اون کوچه ها زیادتر قدیم که هستن دیجا کدام تا مثلا از شاههای کشور که درگذشتن پادشاهی کردن کسی بود است اینجا زندگی بکنه است بچه سقه و امان خان که سقوط کرد باز بچه سقه و بچه سقه یک گاغا داریم اینجا که سفید است از خاندان دربار سابق بخشزی میاد وطندارای قومی هم است از دربار بخشزی ها خرج شده میکنه میرالی شاه آقای غیبی گوی مشهور است دیگه شما چیز نداریم ما داریم بازی مادرم مولا خان می پیش می آقا میگه آقا هر ما بخش خرج روی میکرد میگه آقا صاحب چی گپ از ما گفت مولا خان بگو تیز برای که به سقا می سوب میکشید همین صبح که وقت بچه سقا خاک پر میاین دکانان یک دو تا کلپزیان بودن جنانای قاق داشیان بودن باز صبح اینجا خاک پر مولا خان در قندار میرسه که به سقا می مرادخانی در میگیره اینجا بازم دیسافیدای ما بازم داشان اونای قاق در روزه مونده و داشت روزه بازم میره کلا وقتی رو واز میکنه بخشی جا کلا تر میکنه برای میره ابلا خان بچهای سقا بچه‌ها همین بلای بچه سقا همین کاتاسکارای خودم اینجا مرادخانی اول اومدن یار اینجا به اینجا باز می عزتشون کرده بود چند 6 5 6 ماه باز عبدالرحمن خان باز آمد
یعنی دوستای کوچه که شما میبینین دیگه تو کوچه عادی نیست، زیاد شما هم اینجا دیگه آمدن زندگی کردن. همون لخانه اینجا در پیچی ما میگشت خصوصا من ندیدم. همون لخانه اینجا دانه خانه بود به نام خانه وکیل ما بود، به نام کاکا مرسا میگفتن، وکیل گذر ما بود. یک دانه خانه یک گانی پوشی جور کرده بود این قسمی. همون لخان که از میامد از هر کی هر یک قدم را بود، وقتی از اینجا میامد نزدیک بود. همون لخان که من سعی کرده که خانه را که یعنی شکر که ما در افغانستان یک این پوش میبینیم. اولین این پوش در مرادخانه شده بود، این خانه حالا اون کلپزیاس میره بود. بخیر سلامت باشین. کدام قصه داستان اگر کوچه داشته باشه که مثلا ما فکر ما نشده باشه پرسان بکنیم از شما و در ذهنتان بوده باشه که باید برای دوستا بگیم، میشه برای دوستا قصه بکنیم داستانش؟ قصه زیاد است که از صبح تا شام قصه کنم کم است کار. اما یک قصه جالبی شه کاکا بر مکو، یک سرگذشت جالبی شه که تیر شده باشه، یک چیزی که بهتر بر شما جالب باشه، همراه ما و همراه بینندای ما شریک بسازین. قصه جالب مرادخانی براتون کنم. بله. والله مرادخانی خود بازار تجارتخانه کابل نمی مرادخانی بود. از این کوی صافی از اطرافای نمیجا قصه جالبی نمیست که موترهای روغن زرد نمیجا تامه شد. ما کشمش مردم هر روز هر کدام یک درپی 25 روز پیدا میکردیم، بسیار پیسه بود 25. امیدوان بازار که نشانتون دادم اینجا مرکز تجارتخانه کابل نمیجا بود. نمی قصه بسیار زیاد است که یک روز بیکار باشی که ما بگم این دال نگاه کن سعی کنی که از قدیمی است که برنامه آخر نیست. شما بیننده باشین، ما را همراهی کنین. ما برنامه های بعدی ان شاء الله میایم و تو جاهای تاریخی را، کوچه های تاریخی را ان شاء الله براتون معرفی میکنیم. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و بر دوستای اسم کوچه را معرفی کردین. سلامت باشین. تشکر. خب سامعون عزیز، دوستان وقت گفتم منتظر باشن. خودت چی پلان داری؟ کجا بخیر میری بر دوستان؟ بخیر باشین او قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو دغه تاریخي ځای ولید، نو د دې په شمول افغانستان ټول ځان ته یو تاریخ لري. ان شاء الله له خیر سره پلان لرو پاینده خبرونو کې دغه د تاریخي ځایونو لپاره ولایتونو ته ولسوالیګانو ته حتی تر کله پورې سفر وکړو، نو زمونږ خبرونه در سره تعقیبوي ان شاء الله. د همدې قدیمی کابل په حیث نور کورونه، نور ساحې، زړې منطقې، تاریخي ابدات لته سره شریکو. نو مننه بکتر جان، خوشحال. خیر سلامت باشین. خب دوستان عزیز، شما هم چنل تو ما را سابسکرایب کنین، در فیسبوک، در تیک تاک و همچنان اینستاگرام ما را هم تعقیب کنین. اگر کدام انتقاد، پیشنهاد، نظریه دارین میتونین که پای کامنت برام بنویسید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار.